کاربدستین لشکریان سر به حکومت یمن و راگهاندن هزلوان اوین دشر دانه دگل چکدارین حوتیان نخوشخانه سرکی یا باجر حدیده یا استراتیجی کنترل کرن. نخوشخانه یا بناو 22 می لعالی روشهلات حدیده دکوتو. هزن حکومت سروک عبدرب و منصور هادی به پشگیری امارات آماده کاریان بو هرشین دیدکن. اوه یکم جاره هزن حکومت یمنی به پشگیری هفپیمانی عربی برابریتی عربستان و سعودی در باسی حدیده دبن و حول ددن برو بندر باجری و بچن. رخصتی امنستی انترنشنال هزن حوتیان گنهبار دکن به بکار اینانا بنیاد سیویل کو شروان خود لسر بان نخوشخانه بجه کربون. نزیک 8 صده جبزا و بازرگانی یمنی بریا بندر حدیده تکرن و هر وصاریا سرکه بو گهاندنا آلیکاریان مروانی اوین به سرپرشتیان نتوین گرتی دگهن خلک یمنی. لسال 2014 حوتیان پایتخت یمن صنعا و پرانیا ولاتی کنترل کربون. لپشتی تولیبون عربستان و سعودی پرانیا یمنی کفتی دست هزن سر به حکومت عبدرب و منصور هادی دا. هر سال 2015 نزدیکی 10,000 یمنی هاتین کشتن و اول گور خستیا ساخلمیا جهانی.